24 می در ادامه سفر کاری در شهر ترسونزاده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با لایحه نوسازی سلسله های 5 و 6 جمعیت سهامی کشاده شرکت آلومینی تاجیک شناسودند. تجدید و نوسازی سلسله های 5 و 6 شرکت آلومینی تاجیک با در نظر داشت طلبات معاصر در 3 مرحله عملی گردیده، هدف از آن افزایش دادن استواری صنعت متالورژی می باشد. مهلت عملی شوی مرحله اول لایحه 14 ماه را تشکیل می و اقتدار استیصالی در این مرحله 80,000 تن محصولات در یک سال می باشد. مرحله دوم تجدید و نوسازی سالهای 2025-2026 را در بر گرفته در این دوره قسم باقی مانده سلسله 6 استیصالات الکترولیز نوسازی کرده شده فلز استیصال شونده در یک سال 70,000 تن را تشکیل خواهد داد. در مرحله سوم تطبیق لایحه که 14 ماه مقرر گردیده است، سلسله 5 استیصالات الکترولیز پران نوسازی و در آن تکنولوژی های نو استیصال آلومینی وصل و نصب می گردد. اقتدار استیصالی در این مرحله از روی لایحه 150,000 تن محصولات در یک سال می باشد. تجدید و نوسازی سلسله های 5 و 6 جمعیت سهامی کشاده شرکت آلومینی تاجیک در زمینه اساسناکنی تکنیکی اقتصادی شرکت چینی گام در همکاری با چین ماشینری انجینیرینگ کورپوریشن با استفاده از نوترین تکنولوژی های سیستم اتوماتونی اداره روندهای تکنولوژی و تامینات خودکار گلخاک صورت میگیرد. اثنای معرفی لایحه نوسازی سلسله های مذکور اطلاع داده شد که تطبیق پره آن در اساس طلبات معاصر امکان میدهد که استفاده قوه برق زیاده از یک مرتبه کاهش داده شده محصول نوکی گلخاک، آلومینی فتاردار، کریولیت و انود به مراتب بهتر کرده شود. زیرا به گفت مسئولان تکنولوژی موجوده الکترولیزورها در شرکت که قسم زیادی آنها به سالهای پیش تعلق دارند الکی کهنه گردیده باعث تلف یابی گلخاک و افلاس شوی آن شده خراجات مهنت را افزون می نمایند. جاری نمودن تکنولوژی پیشقدم جهانی در روند استیصالات با نوسازی پره سلسله های 5 و 6 شرکت آلومینی تاجیک اقتدار استیصالی را تا 300,000 تن در یک سال می رساند. با اندیشه متخصصان وصل و نصب تکنولوژی نو استیصالی امکان فراهم می سازد که توسط صرفه نیروی برق اتوماتیک کنانی روند استیصالات، رعایت معیارهای تکنولوژی استیصالات و بلند شدن صفت محصولات نهایی ارزش آلومینی کاهش داده شود. جمعیت سهامی کشاده شرکت آلومینی تاجیک 31 مارس سال 1975 به کار شروع نموده است که 48 سال سپری می‌گردد. شرکت از سال 1978 با انودهای پخته خود استیصال آلومینی را به راه مانده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارخانه آلومینی را رمزاً شناسنامه صنعتی تاجیکستان نامیدند. محصولات شرکت برای رشد نکاحالی خلق در کارخانه‌های وطنی مورد استفاده قرار گرفته هم با کشورهای خارجی دور از کشور برآورده می شود. از نوسازی سلسله های 5 و 6 که با تشبث به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عملی می گردد. هدف اساسی لایحه مذکور زیاد نمودن حجم استیصال آلومینی با جاری نمودن تکنولوژی نوی پیشقدمی سطحی جهانی وابسته به صرفه نمودن استفاده نیروی برق، خرج کم اشیاء خام اساسی، اتوماتونی روند استیصالات، بلند شدن صفت محصولات، ارزش اصلی آلومینی اولیه کاهش یافته در عملی گردیدن صنعتی کنونی با صورت کشور مساعدت می نماید. همین طریق پس از نوسازی پره و دوباره به فعالیت آغاز کردن سلسله های مذکور 1500 جای نو کاری تأسیس می یابد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با لایحه نوسازی تکنولوژی استیصال آلومینی در سلسله های 5 و 6 به مسئولان جهت سری وقت و با صفت بلند انجام دادن تدبیرهای بنیادکاری و مجهزسازی دستورهای مشخص دادند. شرکت آلومینی تاجیک از زمره استیصال کنندگان عظیم جهانی آلومینی بوده در اساس تطبیق تدبیرهای سازنده طی سالهای زیاد نفوذ خود را همچون شرکتی از همه با سرعت رشد کننده مملکت نگاه داشته است. محصولات استیصالی این کارخانه عظیم صنعتی با استانداردهای بین المللی جوابگوی بوده در بازارهای جهانی خریدار زیاد دارند. در سیخ ما اساساً ریختن قالب‌های تشک، سبیکی خرد و سیم آلومینی می باشد. سبیکی تشک و سبیکی خرد را ما به خارج مملکت صادرات می نماییم. سیم آلومینی که ما استیصال می نماییم این در داخل جمهوری کار کرده می شود. ما این را به ناقل شهر ترسونزاده کارخانه آید به استیصالات سیم آلومینی روان میکنیم و به زوادی کابل زوادی شهر دوشنبه سیم‌هایی که ما استیصال می نماییم این را وایها با کار کردن بوده در داخل جمهوری با
به احتیاجات مردم پیشنهاد می‌نمایند. با تجدید دو کارخانه نو استحصال آلومینی زیاد می‌شود که این در آینده به کشور ما فایده بزرگ می‌آورد و پایدی هدف‌های استراتژی چهارمی مملکت تنوع کنونی این یک سهمی بزرگی خود را می‌گذارد. ما کارمندان شرکت آلومینی تاجیک کوشش و غیرت می‌نماییم که دستور سپارش‌های اساسگرای صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را سربلندانه اجرا نموده در آینده در رشد و نموی کشورمان سهم خود را گذاریم. تاکید کردن به مورد است که بنیاد و به استفاده دادن کارخانه و کارگاه‌های نوی صنعتی در مملکت در دایره دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان امکان می‌دهد که اشیاء خام وطنی تا مرحله نهایی کارکرد شده با این وسیله حجم استحصال محصولات افزایش داده شود و برای شهروندان جای‌های نوی کاری تأسیس یابد.